شما را چه شده است که در رابطه با منافقین دو گروه گشتید؟ مگر نمی‌دانید که خداوند به خاطر عملکردشان حمایتش را از آنها برداشته و واژگونه‌شان کرده است؟ آیا می‌خواهید آنها را راهنمایی کنید در حالی که خداوند گمراه و حیرانشان ساخته است؟ بدان هر که را خداوند گمراه و سرگردان کند هیچ راهی برایش نخواهی یافت. بدانید که آنها آرزو دارند تا شما هم مثل آنها کافر و ناسپاس شوید تا در این زشتی با هم سهیم باشید. آنها را به دوستی انتخاب مکنید مگر آنکه توبه کرده و در راه خداوند هجرت کنند و چنانچه سرپیچی کردند و بر ضد شما اقدام کردند هر جا آنها را یافتید اسیر کنید و در صورت احساس خطر بکشید و از میان آنان